توی یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران خانواده‌ای رو دیدم که به خاطر ندادن یا نداشتن هزینه درمان 4-5 روز جسد عزیزشون رو نگه داشته بودن. هر کاری کردیم تحویل نداد. میگه 15 میلیون باید پول بیارین. ما دست ما خالی نداریم. ما جرین افغانی غیر مجاز هستن. حالا به هر حال من میگم اصلا یک انسان دیگه. به ما اجازه تحویل دادن بیمار فوتی اینشونو بدن، مریضشون الان داره کار قضاییشون نیروی انتظامی داره انجام میده. کارمند نیروی انتظامی که مستقر در بیمارستان بود به ما میگفت 2 روز پیش ما به بیمارستان نامه زده بودیم که جسد رو انتقال بدهند. علاوه نیروی انتظامی که من کارم انجام دادم برگشتم هست دیگه. به اسم فوتی رو ننوشته. البته مسئولین برخی از بیمارستان‌های دولتی میگویند برخی از بیماران بی‌بضاعت و افاقنه که توان پرداخت هزینه‌های درمان رو ندارند مجبوریم ترخیص کنیم و این موضوع باعث می‌شود که سالانه هزینه‌های میلیاردی رو به بیمارستان‌ها تحمیل کنیم.